قربانعلی یوسفوف رئیس ناحیه بخش ضمن نشست مطبوعاتی وابسته به نتیجه و وضع ساحه‌های مختلف خواجگی خلق ناحیه در ظرف نیم ساله اول سال جاری معلومات پیشنهاد نموده ذکر کرد که برای رشد ساحه‌های امکانات بیشتر فراهم آورده شد. در 6 ماه سپری شده وابسته به وضع اجرایی برنامه‌های دولتی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت نقشه چاره‌بینی‌ها ترتیب داده شده در دایره آن فعالیت پرثمر برده شده است. با اطلاع رئیس ناحیه بخش جمع‌آوری انداز در بخش‌های مختلف 115% اجرا گردید که این امکان می‌دهد که مبلغ‌گذاری به ساحه‌های دیگر خواجگی خلق بیشتر شود. در این دوره جهت بنیاد و ساختمان انشاءات تعییناتشان گوناگون چاره‌های مشخص اندیشیده شده. در این سمت نیز نتیجه‌های نظررس ارزیابی می‌شود. در جریان نشست مطبوعاتی نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه و مسئله تامین اهالی با جای کار، گذراندن چاره‌بینی‌های اطلاعاتی معرفتی و جریان کارهای صحرایی از جمله کشت تکراری زراعت‌ها سوال‌ها پیشنهاد نموده جواب‌های قناعت‌بخش گرفتند.